خب دوستان عزیز، در برنامه پیک بهاری امروز یک گفتگوی داریم با بابک که البته برای اولین بار برخلاف همیشه بابک من موضوع گفتگو رو نمیدونم. منم نمیدونم موضوع رو، چون ما اومدیم عید دیدنی. من اومدم گفتگو که خب باشه، من اصلا نمیدونم موضوع چیه. من گفتن عید دیدنی، میام عید دیدنی. برای منم عید دیدنی قسمت مهمش پذیراییه. بله. که الحمدلله هیچی نیست. حالا دیدی که بعضی جا هم که میری چیزی هست، این میوه ها رو تو تلفن پیچیدن. من این داستان تلفن چیه؟ اگه میخوای بخوری مثلا فرض کن ظرف بردارم، چطوری تلفنشو باز کنم؟ یه بار که مهمون نمیاد که بابا، چند بار مهمون میاد، مهمونای دیگه هم قراره بیان دیگه. اگه قرار باشه برای چیزای جدیده، علوم نه این تکنیک شناخته شده ایه، همه آشنایی دارن. یعنی تلویحا میگن که استفاده نکنید. بله. حالا بعضی موقع تلفن هم نمیکشه، کار جالبتر میکنن. اونا رو میارن میذارن و خیلی هم نزدیک، هم آدم احساساتی پیدا میشه. بعد هیچی نداره بریزه توش بخوره. بله. خب من چیکار کنم؟ من مجبورم من به دوربین میگم یه لحظه منو نگیر، مثلا برو رو ساله، من یه بریزم تو جیبم. البته باید میدونی که با توجه بکنی به قیمت‌های بازار هم یه مقدار باید توجه کنی ها. بابا یک بار شما در طول سال که ما بیایم که پذیرایی خبری نیست. اونم که سفره 7 تا هر چی میبینم فقط سیبش قابل. ولی همین اومدنت خودش بابا خیلی امروز. بله. آره هم میتونیم عید دیدنی بکنیم باهات من و صالح، هم که حالا یه گفتگویی هم داشته باشیم. عید دیدنی بدون قسمت اصلی دیگه. عید دیدنی بدون پذیرایی. اون قسمت پذیرایی دارشو میذاریم بعد من صحبت می‌کنم. بس دیگه جلوی دوربین گفتی بعداً دیگه. البته این صحنه که شما ترتیب دادی کارگردانی رو به عهده گرفتی دیگه کلاً. بله دیگه، چون غیر از این که ما نمیتونیم استفاده کنیم. بله. حالا به هر حال دیگه اومدیم تا اینجا دیگه مجبور. یه خاطره بگو که چیز بشه یکم فضامون. والا من از این مهمونیایی که میرفتی عید و اینا. مهمونی من حول هوش همین پذیرایی بگم. ما که بچه بودیم روز رفتیم مهمونی که از بستگانمون. دیگه بستگانمون دیگه، حالا کی بوده بمونه. بله. من دیدم وسط این میز یه میوه‌های خیلی زرق و برقداری چیدن. فاصله چقدر بود؟ فاصله یه ضرب نمیتونستم برسم بهش، با 2 ضرب میرفتم. خلاص طراحی کردم و توی شلوغ پلوغی خودم رو رسوندم. یه پرتقالشو برداشتم، پرتقال خیلی بزرگ، خیلی قشنگ هم از دور. دیدم پلاستیکیه. حالا تو در نظر بگی ساله طراحی گذاشتنش چطوری انجام بدم؟ این دستمال در می‌آوردی سرش میگه نظافت می‌کردی. بله. احتمالاً اون موقع صابخونه داشته می‌خندیده بهت. حالا صابخونه تا اینجا نفهمید که، چون تو جریان طراحی من نبود. بعد من گفتم خب عجب طبیعی می‌سازن. فقط سوالم میشد که خب چرا همین میوه مصنوعی می‌ذاری دم عید اونجا؟ حالا اون موقع هنوز تلفن مثل که نیومده بود. از اون تاکتیک استفاده می‌کردم برای که تا آخر عید بمونه. این هم از خاطرات ناکام ما در مهمونی‌های عید. خب این دفعه بهش اضافه کن برای دفعه بعد همین تعریف کن که اگر رفتیم یه جایی که هیچی نبود رو میزش. بله. اینا با تورم میره بالا دیگه، این توطئه های نخوردن میوه. هر چی تورم میره بالاتر این چیزا احتمالاً سال بعد قفل میزنن. نه هولوگرامش میذارن. این تکنیک مدرن اومده، تصویرشو میذارن طوری که هرچی میذاری. بعد با عینک مخصوص نگشون برمی‌دادی چی نیست. فقط بهش برق وصل نکنه آدم ببینه شوک بهش وارد بشه. بله بابا، ما می‌خواستیم یواش یواش یه سوالای ازت بکنیم که از عید دیدنی بریم تو فضایی که بتونیم یه گفتگو کوچیکی هم بکنیم. اصلا خیلی سیاسی ببین ساله. این روزای عید خواهشاً نریم دور داستان این جک و جونورای وحوش رژیم سلامی و رئیس اینو خراب نکنیم. به قدر کافی یک سال رو اعصاب مردم بزن تو این برنامه از اینا چیزی میشه. اصلا باید میتونی بگی که این گفتگوها چجوری این آیتم گفتگوها توی پیک شادی وارد شد؟ بله. از کی وارد شد؟ چجوری وارد شد؟ سیاسی راست میگه، تو سیاسی میرفتی گفتگو میکردی خیلی. تو برنامه سیاسی من یادمه. بله این سوال خوبیه. داستانش از این قراره، خدا رحمت کنه مجاهد صدیق مسعود فرشی رو که از پایه‌گذاران پیک شادی بود و تو استمرارش زحمت می‌کشید و الانم به واسطه این ما یاد اون افتادیم. البته خب مسعود که حاضر و ناظر همیشه. بله همیشه در قلب ما. اما این داستانی که چطوری شد که این اومد تو آیتم پیک شادی، همونجوری که ساله میگه قبلا سیاسی بود. ما یه افتخار داشتیم مدتی با مسعود توی اتاق بودیم. منتها توی قطر اتاق دیگه پشت به هم می‌نشستیم. مثلا اون گوشه من این گوشه. بله. من همین روی این مباحث سیاسی و اقتصاد اجتماعی کار می‌کردم، بلند می‌خندیدم. یه روز مسعود داشت از اتاق خارج می‌شد، گفت برای چی می‌خندی؟ آخه سناریوی سیاسی خنده‌دار نیست. گفتم والا من هر موقع می‌بینم سر این فاکتای رژیمی‌ها ناخودآگاه از این میزان بلاحت خندم میگیره. تو خاص صحبت فرمانده سپاه اگر باشه. فرمانده سپاه که دیگه سخت بشه. البته کم نیستن دیگه، همشون همین مدل. البته از موقعی که رئیس اومده خیلی اینا سرشون خورده. چون دیگه رئیسی سخت برگ میکنه. احتمالاً سال اون موقع داشته کرونا یا به مستعان میخونده قهقهه می‌زده. بله. بعد مسعود که خیلی ذهنش تیز بود، خب گفت بیایم از این گفتگوها استفاده دوگانه بکنیم. چرا همش تو سیاسی؟ خب بیایم توی طنزم استفاده بکنیم. گفتم خب خیلی خوبه. یعنی ما همون کارمون هم گفتگوهای سیاسیه. مسعود این روحیه رو بهت داد. بله این روحیه رو داد.
گفت خب اینقدر که خنده داره، خب بریم استفاده دوگانه بکنیم، تو برنامه پیک شادی هم استفاده بکنیم. بعد ما دیدیم که همچین زحمتی هم نداره که گفتگوهای سیاسی که رژیم توشه بکنه. یعنی وقت نمیگیره خیلی. چه وقت نمیگیره؟ ببین اصلا رژیم تو هر چی می‌نویسی از اول تا آخر چاپ بگیری بری بخونی میشه خنده. اصلا پر هزله، پر حجوه. پیدا کردن یه موضوع غیر هزل و حجو تو صحبت‌های رژیمی ها یه حرف منطقی، یه حرف اصلا منطق که اصلا با رژیم سالیان نوری فاصله داره. برای همین از اون موقع پای این گفتگو به عنوان یک آیتم تو پیک شادی. حالا یه چیزی هم هست بابک، این بالاخره رژیم وجه غالب جنایت و قتل و غارت و همه افرادش. بله همه افرادش. چجوری طنز از این میشه کشید بیرون؟ یعنی واقعا تناقض نداره این همه؟ درست میگی، یه پارادوکس واقعی. حالا سال اینو میدونه ما انواع کمدی داریم دیگه. یه نوع کمدی هست میرن میشینن طراحی بکنن، سوژه در میارن که بزرگانی مثل باستر کیتون، چارلی چاپلین، هارولد لوید هستن که نقش بودن. بله. میگه هستن که ادامه دهندگان راهشون هستن. بعد البته خب من دیگه بعد از اونها اصلا کمدی ندیدم راستش. من سیاسی فیلم اونجا موندم. سیاسی فیلم موندم. خب اینا می اومدن طراحی می‌کردن، نقش آفرینی می‌کردن، آثار به یاد ماندنی و کار طنز ارائه می‌دادن. اما همونطور که گفتی تو رژیم ما با این مدل طنز روبرو نیستیم که اینو، چون اصلا جن و بسم الله با خنده و شادی. بله. یک نوع کمدی داریم بهش میگن کمدی موقعیت. سوال میدونی کمدی موقعیت چیه؟ هر وقت اینا حرف جدی بزنن خوش میشه کمدی برای دیگران. آره نه، خود کمدی موقعیت فارغ از رژیم یعنی چی؟ به عنوان یک سبک. توضیح فنیشو باید تو بدی. نه خیلی ساده. مثلا فرض کن، خلاصه بگم دیگه، یک آدمی توی موقعیت قرار میگیره که من اون موقعیت نیست. مثلا فرض کن الان به من بگن که تو بیا برو جای یه دکتر جراح کار کن. بله. مثلا آدم طنز لازم نیست. همین که من برم تو اتاق عمل هر چی بگم خنده داره دیگه. تو چی میخوام بگم مثلا تو اتاق عمل؟ مثلا ممکنه بگه اون چاقو تیز کنو بده. آره فقط من یه چیزیشو بلدم، مثلا 5 بده. دیگه بیشتر از این نمیدونم. هر چی دیگه بگم باعث خنده حضاره. حالا کمدی موقعیت همیشه هم همینه که تهش هم فاجعه میآفرینه، چون اولش خنده داره که دکتر جراح میره تو اتاق یه آدم تقلبی جا، خب آخرش اون مریضه از آخر دست خواهد رفت. مثلا فرض کن یکی بره ادای خلبان میخواد دراره. ما تو رژیم با این کمدی مواجهیم. قاضی آدم کش میشه قاضی القضات، میشه رئیس جمهور. روز خون میشه ولی فقیه و تو بدونم چی بهش میگن، این القاب به خامنه‌ای میبندن، مقام عظما ولی مسلم خارج از کشور و این حرفا. یارو قالتاق، این قالتاقو به محسن نژادی ما نگفتیم، خود تلویزیون رژیم گفت. این میشه قاضی القضات. لات چاله میدون میشه فرمانده سپاه. آدم کودک کش و آدم کش میشه سردار دلها. این میشه کمدی موقعیت، همون نوعی که رژیم بدونی که خودش بخواد توشه. همیشه توشه دیگه. همیشه توشه. این هر آدمی که ورداری کمدی موقعیته. مثلا سلامی فقط تو دستگاه کمدی موقعیت جواب داره. این مدل کمدی ربطی هم نداره آدم کی باشه. همون که گفت اینجا تناقض جواب میده. یعنی اون که الان تو بری مثلا به سلامی یا رئیسی بگی که تو این حرفو چرا گفتی، فکر می‌کنی که تاپ ترین حرف دنیا رو زده. بله. مثلا سلامی اوناست که اول حرف میزنه بعد فکر میکنه. این حرفا رو میزنه بعد اصلا فکر نمی‌کنه. اصلا سلامی ببین سلامی من باهاش مواجهه نداشتم ولی ندیده میگم که تا حالا تو عمرش فکر نکرده. یعنی اگه یک ذره فکر می‌کرد حداقل یه ذره دوز این پوشالا رو بیاورد پایین. سخت این مسئله که حل کرده 3 ضرب در 3 ضرب در 4 احتمالاً. اونم حل نکرده، به گوشش خورده. بله. این مدل کمدی رژیم هست که ادامه داره تا موقعی که این رژیم هست. چون نمونه‌هاشو چی هست که بابک؟ نمونه زیاد داره. بذار من کم بوده وقت من چند تا از بالا به پایین میگم. آره. ببین خامنه‌ای که میشناسید دیگه. بله. متاسفانه. آخه کدوم آدم عاقلی تو دنیا که کرونا داره کشتار میکنه و همه دنبال واکسنن میاد با اون دست غیر ناقصش اشاره کرد، گفت من میگم واکسن، نمیدونم به اون طرف کجا بود، از اون طرف قرار بود واکسن بیاد، هیچ واکسنی نباید بیاد. خب میشه کمدی موقعیت دیگه. این معلومه نه واکسن میشناسه، نه بیماری میشناسه، نه اصلا انسانیت حالیشه. رفته جایی قرار گرفته که فقط میتونه تصمیم بگیره. ببین کدوم آدم دنیا، حتی رهبر سیاسی رو ول کنیم، برگشت گفتش که کرونا هم چیز مهمی نیست. همه دنیا گفتن بابا این یه چالشه، اسمش رو گذاشتن پاندمی، یعنی همهگیری جهانی. گفت چیز مهمی نیست. یعنی شعور نداره که اصلا پاندمی یعنی چی. رئیسی حالا چند تا سواله بگه. رئیسی مثلا از جلو به عقب برو، همین آخرین جملاتشه. رئیسی دیگه داره کمدی بازی داره، کمدی موقعیتش چیه؟ رئیس جمهوره. حالا ببین رئیس جمهوری که حتی فارسی هم بلده. نار خوردین. فارسی هم بلده. دکتراشو از رئیس جمهوری گرفته. همین دو سه سفر رفتش این دکترا بهش داد افتخاری اینا.
فارسی هم بلد نیست. فارسی هم که هنوز دیگه رفته بود نیروگاه بوشهر. میگیم ها تو که میری نیروگاه بوشهر حداقل تو هواپیما بگو اینجایی که من میرم چی تولید میکنه. حداقل این مینیمم سوال دیگه. گرفته تو هواپیما خوابیده پایین اومده رفته تو نیروگاه بوشهر میگه اینجا مگاوات‌ها تولید میکنه. خب مگاوات‌ها چی؟ حداقل تو هواپیما به جای چرت بزنی از بغل دستی حالا بغل دستی البته نمیدونست. بغل دستی هم بدتر از این. بیام سر سلامی خیلی سلامی بازم از عقب به جلو بریم. میگه که حالا واکسن این واکسنایی که درست کردن هیچ جای دنیا قبول نداره. هیچ جای دنیا هیچ تایید نشده. چون واکسن تولید میکنن میدن به بهداشت جهانی. خب اینم تو اوکی میکنه. این ریل واکسن استانداردهای چک میکنه، آزمایش میکنه. همین واکسنی که هیچ جا قبول نداره میگه ما اینو تولید کنیم به آمریکا نمیدیم. بابا تو اول برادری تو ثابت کن. اوکیشو بگی باشه به آمریکا نده. یا اون دفعه گفته بود که صدای ما نمیدونم یه چیز ما الان داره میره کاخ سفید میلرزونه. چه خبره؟ تو کاخ سفید چیکار داری؟ تو همین قیمت تخم مرغ تو ایران بیار پایین. خودت نلرز فعلا. خودت فعلا نلرز. یکی دیگه داره مثل حاجی زاده. این البته حاجی زاده تازه شاگرد سلامیه، یعنی به لحاظ سطح شعور یه ذره از سلامی پایین‌تره. اونم همین دنیایه برای خودش. دیدی مثلا ماهواره میزنه، ماهواره نمیره تو مدار، میگه ماهواره ما این دفعه یه مقداری مونده بود به مدار برسه. آقا ماهواره یا باید بره تو مدار شکست میخوره دیگه. دو حالت که 10 حالت که نداره، یا میره تو مدار یا نمیره. میگه ما اینقدر مونده بود برسه به مدار. اینقدر مونده بود برسه به مدار، تعریف نداره، فقط تو رژیم تعریف. یعنی رفتم اونجا برگشتن همت افتاده پایین. میگه که ماهواره‌تون کجا رفت؟ بگید جا رفت. خیلی کم مونده به مدار برسه. آقا همه دنیا میگن شکست خورد. و تو هم بگو شکست خورد. بابک تو انتظار زیادی هم نباید داشته باشی. اون دفعه که موشک می‌خواستن هوا کنن پشتشون بود، موشک از پشتشون رفت و برگشتن پشتشون رو نگاه کردن. رفته بودن بپرسن که آقا اینجایی که می‌خواید موشک بزنید کدوم طرفه. هی دنبال موشک میگرده. خب آدم میپرسه آقا حداقل من به اونجا نگاه کنم. حداقل نگاه می‌کرد ببین دوربینا کدوم طرف زومه. از این موضوعات زیاده. ببین اینا اصلا از خودشون بری بپرسی فکر می‌کنن که بهترین حرفای دنیا رو دارن میزنن. مثلا اینا حالا جدیدترینشو بگم. حسن عباسی رو میشناسید؟ به خودش میگه چی کیسینجر جوان. اندیشکده داره. گفته بود حالا که آمریکا اومده در پای میز مذاکره ما بهش چند تا خواسته هم بگیم. اون خواسته‌اش چی بود؟ خواسته‌های جالب نمی‌شد. اولا که کاخ سفید رو بکنه حسینیه. منظورش به یزیدی هست. همین چیزایی که چون خواسته که چند وقت پیش گفته هی توش مونده الان. این باید اینجوری سرزد بعد نقدش کنه اینجا. بعد گفته بود که به همه آمریکا بگید، حالا مذاکرات برجامه که همه زنای آمریکا حجاب بذارن سرشون. آخه وسط مذاکره برجام یعنی این باید مکتوب بشه بره طرف. آخه مثلا کدوم یعنی تو تعهدنامه کسی خواسته بیاد؟ نه اصلا گفته بود به غیر از این. بعد گفته بود چی؟ سخنرانی گفته. آره گفته بود که سر این جریان اوکراین هم گفته بود که این قاآنی رو بفرستید مسئله رو حل کنه. حالا کدوم طرف بفرستن؟ طرف اوکراین بفرستن حل کنه یا طرف روسیه؟ بعد قاآنی خودش مسئله رو حل کنه. بعد خود قاآنی میخواد بره عراق دزدکی میره نزننش با ویزا میگیره. بعد این میخواد بره تو وسط اوکراین چی رو حل بکنه؟ این تازه میگه من نابغه نظامم دیگه تا صبح میشه ادامه داد ولی فکر کنم وقت ما نرسه. ولی باز شما ما رو بردید به گفتگوی سیاسی ها. من از تمام هموطنامون معذرت میخوام که روز دوم عید این اسامی نامیمون و تهوع‌آور رو مجبور شدیم بگیم. ان آخرین عیدی باشه مجبور باشیم اسامی ان شاءالله آخرین عیدی باشه این اسامی رو بگیم. بله خیلی ممنون بابک. خیلی خوشحال شدیم در این روز. ولی از ما پذیرایی نکردی. بعد از اتمام برنامه اولین کاری که می‌کنیم میریم سراغ میوه‌ها. هیچ کدومش هم مصنوعی نیست. تلفنم نداره، تر و تازه آماده برای استفاده. اینقدرم دور گذاشته دیگه حتی من نمیتونم با سخیزم برم. هر کس یه تاکتیکی داره، ما هم تاکتیکمون این بود. خیلی ممنون بابک. متشکرم ازت و خداحافظی می‌کنیم.